هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. عرض ادب و احترام خدمت تمامی شما دوستان سروران گرامی. امیدوارم که هر جای دنیا هستید سالم و تندرست باشید و آرزوهای بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان دارم. دوستان، اتفاقاتی در این 24 ساعت گذشته افتاده که مایه خرسندی تمامی میهن پرستان و ایران دوستان عزیز ما شده و اون پیروزی مجدد ما در دیپلماسی مذاکره بین ایران و آمریکا که بحثش رو برنامه قبلی داشتیم که به صورت پنهانی داره انجام میشه و عمان واسطه این مذاکرات هست. عمان طرف مذاکره قرار گرفته و حتما اطلاع دارید که مجدداً تیم مذاکره کننده ما سرافراز و سربلند از این آزمون بیرون آمده. بسیار بسیار خوشحالم، بسیار بسیار مسرورم از این پیروزی و خوشحالی من بیشتر از این است که پوزه اون کسانی که ساعت شنی شروع جنگ رو به کار انداخته بودن، اونایی که شمارش معکوس حمله آمریکا به زیرساخت‌ها و تأسیسات ایران رو شروع کرده بودن، پوزشون به خاک مالیده شد. تمام دروغ‌ها و فریب‌ها و نیرنگ‌هایی که زدن همه برملا شد. همه مردم فهمیدن که چقدر این آدما پست و ذلیل و خارن و دیدید که همونطور که قبلا هم گفته بودیم این کشور ما بود که مجدداً در این آزمون سربلند بیرون اومد، پیروزیش مسجلتر شد و همونطور که عرض کردم آمریکا جرأت حمله کردن به ایران ما رو دیگه نخواهد داشت. ما آنچه که لازم بود رو تا الان به دست آوردیم. ما پیروزی نهاییمون رو در اون جنگ 40 روزه به دست آوردیم و بعد از اون هست که باید این پیروزی رو تبدیلش کنیم به یه پیروزی سیاسی، مکتوب کنیم و این رو داشته باشیم. در یه جنگی وقتی پیروز میشی، پیروزی نظامی به تنهایی کافی نیست، اون رو باید تبدیل کنیم به پیروزی سیاسی و اون رو الان ما داریم انجام میدیم. و علتی که تیم مذاکره کننده ما و مسئولین کشور ما از موضعشون به هیچ وجه کوتاه نمیان اینه که به این موضوع واقفن که در جنگ در زمینه نظامی ما پیروز شدیم و الان وقتشه که این پیروزی رو تبدیل کنیم به پیروزی سیاسی و اون با مذاکره امکان پذیر است. و دیدید که تفاهم نامه بین ایران و آمریکا امضا شد، همه چیز رو پذیرفتن. بعد خواستن این وسط یک کارشکنی را بندازن، مجددا خواستن ایران رو تهدید کردن، مجددا یه حملات پراکنده هم از طرف ما از طرف اونها صورت گرفت، ولی خودشون میدونن، ما هم میدونستیم که این موقتیه و امکان شروع جنگ گسترده مجدد رو علیه کشور ما نخواهند داشت. من اگر خاطرتون باشه در یکی دو برنامه قبل خدمتتون عرض کردم که به تیم مذاکره کننده کشورمون ایمان داشته باشید، اعتماد کنید، به مسئولین و رهبران کشور عزیزمون ایمان داشته باشید و اعتماد کنید و دیدید که نتیجه اعتمادش چه شد. الان مجددا آمریکا پذیرفته که برگرده به همون تفاهم نامه، مجددا قبول کردن که تردد در تنگه هرمز
با نظارت و هماهنگی و زیر نظر کشور جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. اوکی، اصلا بحث عوارض این وسط مطرح نیست. اینی که ما عوارض بگیریم بعدن، خب از اول هم قرار بود 60 رو نگیریم، و اینی که بعدن ما عوارضی بگیریم یا عوارضی نگیریم اصلا چیز مهمی نیست به هیچ وجه. اقتدار ما در تنگه هرمز از کنترل ما بر این تنگه است که مهمه. اینی که ما از هر کشتی رد بشه یه عوارضی بگیریم، خوشبختانه هیچ نیازی به این پولا نداریم. کشور ما انقدر سرمایه داره، همون پولایی که بلوکه کردن و به اندازه سالایان سال عوارضی که ما میخوایم اینجا تنگه بگیریم هست، پولامون آزاد بشه. اونایی ما رو که دزدیدن ازشون پس میگیریم. مجبورن تمام تحریما رو رفع کنن، مجبورن، به این دلیل که انقدر این تنگه هرمز از نظر استراتژیک انقدر اهمیت برای کل دنیا داره که ارزشش خیلی خیلی فراتر بیشتر از چندین بمب اتم هست. اگر رهبر شهید ما بارها اعلام کرد که ما دنبال بمب اتم نیستیم، ساخت بمب اتم را حرام میدونست و هیچ اصراری به ساخت اون نداشتیم، این درایت ایشون نشون میده که چقدر به اهمیت تنگه هرمز واقف بودن و خیلی از ماها نمیدونستیم، حتی تحلیلگرای خود آمریکا نمیدونستن. اون همه اسرائیل و آمریکا انقدر که دم از نفوذ و سیاست و قدرت نیستن، هیچ تحلیلی از این تنگه هرمز نداشتن و ما داشتیم و دیدی که چقدر کارساز بود، چقدر این تنگه برای ما کارساز بود. و الان طبیعیه که 2 دستی که نه، 1000 دستی تنگه رو بچسبیم که مبادا به دست دشمن بیفته و نخوافته. اون در اختیار ماست، بوده، هست و خواهد بود و از این به بعد بسیار بسیار بیشتر مراقب هستیم که از این آبراه استراتژی محافظت و نگهداری کنیم. هیچ چاره آقای ترامپ جز تسلیم در مقابل کشور ما را نخواهد داشت. با توجه به اینکه اقتدار ما در این تنگه برای کل دنیا و علل خصوص آمریکا اثبات شده، دوستان از این به بعد از این تفاهمنامه امضا بشه، اجرایی بشه و توافقنامه جامع کلی تبدیل بشه، هرگز و هرگز تا سالیان سال نه تنها هیچ کشور آمریکا بلکه هیچ کشور دیگه هم به سایه کشور ما نمیتونه چپ نگاه کنه، چه رسه که بخواد حمله مجدد انجام بده. اون ترامپشون که 8 ساله 10 ساله دشمنان جمهوری اسلامی ایران منتظرن که ترامپ بیاد و ایران رو نابود کنه. 8 سال انتظار کشیدن و تنها ترامپ رو عامل نابودی جمهوری اسلامی دیدید که هیچ غلطی نتونستن بکنن. حمله کردن، خیلی از مراکز نظامی و ساختمان‌های داخل کشور ما رو زدن، با خاک یکسان کردن، عده‌ای فرمانده رو کشتن، رهبر شهید ما رو کشتن. ولی نتیجه چی شد؟ هیچ دستاوردی نداشتن و بالاترین دستاورد رو ما داشتیم و الان این دستاورد رو تبدیل میکنیم به یک دستاورد سیاسی و از این به بعد است که متوجه میشید که چرا رهبر ما و فرماندهان ما که در این جنگ گذشته شهید شدن، چرا اصرار با وجودی که میدونستن احتمال کشته شدن هست، چرا اصرار داشتن که هیچ کوتاه نیان جلو آمریکا؟ و چه دستاورد بزرگ، چه از این بالاتر؟ اصلا بحث عوارض تنگه هرمز هیچه. ما بعد از اینکه این تفاهمنامه به سرانجام برسه، هیچ کشور آمریکا هیچ گونه تحریمی در قبال کشور ما نمیتونه اعمال کنه و مجبور همه رو رفع کنه.
هیچ حمله به کشور ما از سوی هیچ کشوری، هیچ دشمنی صورت نخواهد گرفت. هیچ صحبتی هرگز و هرگز در مورد برد موشک‌های ما صورت نخواهد گرفت. و میبینید که بحث غنیسازی اورانیوم در داخل کشور هم اصلا کلا به حاشیه رفته. یعنی انقدر این تنگه هرمز مهم هست که اون مسئله که عامل شروع جنگ بود، عامل شروع جنگ و بهانهشون برای شروع جنگ چی بود؟ برد موشک‌ها و غنیسازی. الان اونا به حاشیه رفتن، هیچ اصلا از درجه اهمیت ساقط شدن در قبال این تنگه هرمز. و حالا که ما این پیروزی رو به دست آوردیم، محکم نگهش می‌داریم. بعد از اونم مذاکره میکنیم با آمریکا سر غنیسازی. غنیسازی رو در داخل کشورمون انجام میدیم. اون چی که سازمان انرژی اتمی مجاز دونسته بر همه کشورها، ما هم انجام میدیم و دنبال بمب اتم نیستیم و نخواهم، چون نیازی نداریم. چون اساساً از دیدگاه ما ساخت بمب اتم حرام است و فعل حرام رو ما انجام نخواهیم. اصلا نیازی نیست که بریم بمب اتم بسازیم. چرا؟ چون خیلی خیلی کارسازتر از بمب اتم را داریم و به دست آوردیم. دوستان، از این که به رهبران و مسئول کشور، به تیم مذاکره کننده کشور اعتماد کردید و اونها هم جواب اعتماد مردم ایران رو به خوبی و درستی دادن، خدا رو سپاسگزاریم. خیلی از دشمنان ما لحظه شماری میکنن برای حمله مجدد آمریکا و نابودی زیرساخت‌های ما و فکر میکردن که و منتظری بودن که ایران یه کشتی بزنه، یه ناوی بزنه یا موشک بزنه کشورهای همسایه و موجب تحریک آمریکا بشه و آمریکا مجددا حمله کنه. دیدید که کشتی‌ها رو زدیم، کشتی‌های خاطی رو. هر همسایه‌ای که دخالت کرد، هر همسایه‌ای که اجازه تهاجم رو به آمریکا از داخل خاک خودش به ایران داد رو زدیم و هیچ کاری نتونستن بکنن. تهدید کردن، تهدیدشون کردیم. اقدام کردن، اقدام کردیم. چون رهبران ما به کاری که میکردن ایمان و اعتماد داشتن. ما هم به اونا ایمان و اعتماد داریم و داشتیم و داریم و در آینده هم خواهیم داشت. و همونطور که در برنامه قبلی هم گفتم، الان این گروه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هستن و یه عده‌شون رضای پهلوی داره هدایت میکنه، در شبکه‌های اینترنشنال ریختن، زیاد شدن، یه 10-20 نفری ریختن، هر روز میان تحلیل میکنن. کانال‌های یوتیوب زدن، شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، همه دهنشون وامونده که آمریکا عقب نشینی. بله، چاره جز عقب نشینی نداره آمریکا. آمریکا الان کشور اوکراینی که تمام سلاحش رو از آمریکا میخرید، با کمبود موشک‌های پاتریوت مواجه شده و این رو عاملش رو جنگ ایران و آمریکا میدونن، چون اساساً منابع خود آمریکا ته کشیده. و خب به هر حال میدونید که برای که هر موشکی که ما شلیک میکنیم بخوان اینا رهگیری کنن، اشکال نداره، رهگیری کنن، اصلا مهم نیست. اون کارایی خودش رو داره. همون که روی هوا مجبورن به ازای هر موشکی ما 2 یا 3 موشک شلیک کنن، اثر خودش رو میذاره.
ما یه موشک میفرستیم 200-300 هزار دلار، اونا موشک میلیون دلاری، بعد اونا به ازای هر موشک ما 2-3-4 تا موشک بزنن که آیا رهگیری بشه یا نشه. الان با کمبود ذخیره موشک پاتریوت مواجهن. الان روسیه وقتی موشک میزنه تو اوکراین، سامانه پدافندیشو نمیتونن کاری کنن، هم نگاه میکنن. خود آمریکا و اسرائیل هم داشتن به همین نقطه میرسن که جنگ متوقف کردن و تسلیم شدن. اونا فکرشو نمیکنن، فکر مقاومت رو از سوی کشور ما نمیکردن. فکر کردن آره با یه همجوری، و اون سناریویی بود که چند برنامه قبل با هم صحبت کردیم، تحلیل اشتباهی که آقای نتانیاهو داد به ترامپ رو وارد جنگش کرد و این بلا سرش باد. و می‌بینید که الان هیچ مداخله نمیکنه اسرائیل، فقط بیانیه میده که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله کنه پاسخ بسیار سختی میدیم، اگر جمهوری اسلامی به سمت بمب اتم بره ما حمله میکنیم، ما منتظر آمریکا نمیشیم. تو خودت میدونی که بدون اجازه آمریکا نمیتونه حمله کنی، چون اساسا اون باید به اولا اجازهشو بده، ثانیا حمایتت کنه، وگرنه این خودت با آمریکا نتونستید، تو خودت به تنهایی میتونی. رجز رو میتونی بخونی، بخون. مشکلی ما قرار نیست بمب اتم، تو میدونی که ما دنبال بمب اتم نیستیم. میگه اگر ایران بره بمب اتم بسازه ما حمله میکنیم. بمب اتم میخوام چیکار؟ و تو هم جرأت حمله کردن نداری. هر چقدر میخوای نارضایتی خودت رو از توافق ایران و آمریکا فریاد بزن، اونقدر فریاد بزن تا گلوت پارش، راه به جای نمیبری. انقدر این تحلیلگران شبکه‌های یوتیوب، انقدر این تحلیلگران و حامیان رضای پهلوی، انقدر این پهلوی پرستا، انقدر این ضد مردم ایران، انقدر این دشمنان ایران زجه بزنن تا بمیرن. به کوری چشم شما مجددن باز هم ما پیروز شدیم و همیشه پیروز خواهیم بود، چون ما یه چیزی داریم به نام ایمان و اعتقاد. ما باور داریم به قدرت خودمون، مردممون. ما اعتقاد داریم به کاری که انجام بدیم، ایمان داریم. این رو شما ندارید. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو، بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. دوستان، مجدداً پیروزی دیپلماتیک کشورمون رو در مقابل دنیا، واقعا در مقابل دنیا تبریک میگم به تک تک شما میهن پرستان و ایرانی پرستان عزیز. در جریان هستید که بدین شکل مذاکرات پیش رفته که قبلا هم عرض کرده بودم. الان ما نیازی به مذاکره مجدد با آمریکا نداریم و ایران هم ما چه نیازی داریم با اما هرچی مذاکره میخواستیم با آمریکا انجام دادیم. آمریکا تنها کاری که باید انجام بده و انجام میده و راهی جز انجام دادنش اینه که به تعهداتی که در اون توافق نامه قبلی که مورد امضای طرفین قرار گرفته پایبند باشه، عمل کنه، ضمن اینکه یه اصلاحیه‌ای در اون صورت بگیره که مسیر کشتی ها رفت و برگشت در دریای عمان به چه شکل باشه که این مستلزم توافق بین ایران و عمان بود که حاصل شده و قرار بر این شده که تمام کشتی‌هایی که وارد میشن از سمت آبهای سرزمینی ما وارد بشن با کنترل و نظارت ما، و کشتی‌هایی که میخوان خارج بشن از سمت عمان خارج بشن و اونجا هم با تایید و نظارت ما.
کسی تخلف نباید بکنه در تنگه هرمز، خلیج فارس، در این کانال کسی نباید تخلف کنه و تمامی مسائل زیر نظر کشور ماست. اوکی، ممکنه تا این 60 روزه یک کانال مجزایی رو فراهم کنن که کشتی از این کانال رفت و آمد کنن تا بحث امنیت تنگه هرمز که بیشتر برمیگرده به مینروبی و مینزودایی انجام بشه. نقشه هاش دست کشور ماست. هر وقت صلاح بدونه در اختیارشون میذاره یا خودش انجام میده یا قرار بود که فرانسه و انگلیس اقدام کنن برای مینروبی، نقشه هاش از ایران میخوان. اگر به تعهداتشون عمل کنن هم خودمون کمک میکنیم مینروبی انجام بشه، هم نقشه رو در اختیارشون میذاریم. اوکی، راه باز بشه، تمیز، امن، ولی با نظارت ایران عزیز. و این مایه مباهات و فخر است برای کشور ما. ما من بعد رشد و شکوفایی رو در کشورمون خواهیم دید، چون هیچ تحریمی رو نه تنها نمیتونن اضافه کنن بلکه تمام تحریما رو لاجرم و مجبورن که رفع کنن. هیچ تهدیدی علیه کشور ما ایجاد نخواهد شد، هیچ محاصره صورت نخواهد گرفت. با روشنی و وضوح و در صحت و سلامت کامل مردم کشور ما به زندگیشون ادامه میدن. سیاستمداران ما مملکت رو اداره میکنن، نفت رو به خوبی و خوشی میفروشیم، راحت بدون دردسر، به هر کی دلمون خواست به هر قیمتی دلمون خواست میفروشیم و هر جور دلمون خواست هزینه میکنیم. پولهای بلوکه شده رو و دزدیدن همه رو باید برگردونن. و دوستان، عرض کردم خون ریخته شده شهیدان ما بی ثمر نشد و ثمرش رو شما مردم عزیز خواهید دید. امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه وقت گرامی شما رو گرفتم خیلی خیلی از شما عذرخواهی میکنم. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم که این برنامه رو و این کانال رو دنبال میکنید. ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان و سروران گرامی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار شما.